راههای جایوز نمودن سطرها در اکسل. راه یکم، طرف راست رو زیر میکنیم، طرف راست موش رو вырезать. بعد این رو در بالای سطر 6 ставить میکنیم، طرف راست رو زیر میکنیم، ставить вырезанные ячейки. راه دوم با واسطه کلاویاتور، مثلا سطر 3 رو با بالای سطر 8 میگذاریم. برای این shift space رو زیر میکنیم، کنترل X یعنی ویرزت و بالای سطر 8 میایم و یک بار دیگر shift space رو زیر میکنیم و کنترل پلس رو آمد. راه سوم باشد، مثلا سطر 7 رو و بالای سطر 11 میاریم. برای این سطر رو انتخاب میکنیم، موش رو به بین سطرها میاریم، این اشاره پیدا میشود. بعد شیفت رو زیر میکنیم و سطر 7 رو کشیده میاریم و بالای سطر 11 و طرف چپ موش رو سر میدیم. دکمه اوکی رو زیر میکنیم، آمد.